از جمله اسباب فراخی رزق توکل بر الله است، چیزی که ما الان نداریم. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، هر کسی که بر الله توکل بکند و کفایت میکند الله سبحانه و تعالی، الله کفایت میکند. در حدیث قدسی داریم که پیامبر من صلی الله علیه و سلم از پروردگارشان حکایت میکند: یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قاموا في سعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. میفرماید ای بندگانم، اگر اول و آخر شما انسانها و جنیات همه تان در یک میدان ایستاد شوید و همه تان از پروردگارتان چیزی را بخواهید و برای همه تان اول و آخر انسانها برای همه تان به شما چیزی داده شود آنچه که شما خواسته اید، این چیزی از خزانه های رب العالمین کم نخواهد کرد مگر به اندازه سوزنی که در داخل دریا بکنید. او ملک الجواد است، او سخی است، خزانه هایش پر است، او رزاق است، رزقش همه چیز را در بر گرفته است، انسانها را، جنیات را، حیوانات را، تمام مخلوقات را روزی میدهد، در خشکه باشد، در دریا، در هوا باشد یا در زمین، در کوها باشد یا زمین هموار. پرندگان را در هوا روزی میدهد، ماهی ها را در تاریکی دریا روزی میدهد، مارها را در غارها روزی میدهد، مورچه ها را در بیابان ها روزی میدهد. همه را برای همه رزق و روزی را الله سبحانه و تعالی میرساند. چرا؟ و ما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها. هیچ جنبنده روی زمین نیست مگر اینکه رزق و روزیش بر الله است. والله خیر الرازقین و هو ارحم الراحمین. الله بهترین روزی رسان است و او مهربان ترین مهربانان است. مسئله رزق و روزی است که فکر همه ما شما را پریشان کرده است. مسئله رزق و روزی است که همه ما پریشان هستیم. این روزها شایعات است که در روسیه بسیاری پریشانند، میگویند که روسها بسیار زیاد موارد ارتزاقی ذخیره کردن و ممکن جهان با قحطی مواجه شود. سبحان الله. مسئله جنگ روسیه و اوکراین این سایه انداخته است بر دنیا و همه از عواقب آن میترسند. همه برای آینده پریشانند و این به این خاطر است که فکر میکنند که رزق روزیشان به دست مخلوق است، رزق روزیشان نعوذ بالله دست امریکا است، رزق روزیشان نعوذ بالله دست روسیه است، رزق روزیشان فکر میکنند که نعوذ بالله دست اروپا است. و الله میگوید و ما من دابة فی الارض الا علی الله بر الله رزق روزیش است. چرا باید باور نداشته باشیم که خالقمان رزق بندگانش را ضمانت کرده است، او خود را رزاق معرفی کرده است و رزق و روزی از جانب او تقسیم می شود و او خودش می گوید. بیش از 9 جای در قرآن آمده است، بیش از 9 جای در قرآن با تعبیرات مختلف آمده است. الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر له. الله است که فراخ می کند برای بندگانش، برای کسی که بخواهد روزی را فراخ می کند و برای کسی که بخواهد روزی را تنگ می گرداند. همه ما باید بدانیم، بالاخص جوانان باید بدانند، حسب و نسب، قوم و قبیله و نژاد و زبان، چالاکی و زیرکی، زمان و مکان، هیچ کدام اینها با رزق در ارتباط نیستند که ما فکر بکنیم فلانی چالاک است به این خاطر به رزق و روزی رسیده است، فلانی چون آمریکا رفت، چون به اروپا رفت سرمایه دار شد. زمان، مکان، نژاد، زبان، قوم، قبیله، چستی و چالاکی و زیرکی و عقل و هوشیاری، هیچ کدام اینها با رزق در ارتباط نیستند. در قدیم ابو تمام می گفت ولو كانت الارزاق تجري على الحجة هلكنا اذا من جهلهن البهائم. اگر به دست آمدن رزق و روزی با چالاکی و عقل می بود، چارپایان هلاک می شدن، چارپایان بدون عقل هلاک می شدن و از بین می رفتن، چون آنها نه عقل دارند و نه آن علمی که الله به شما داده است. رزق از جانب رب العالمین تقسیم می شود، ولكن ينزل بقدر ما يشاء
ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبیر بصیر. لكن به همان مقداری که بخواهد و صلاح بداند از خزانه های غیب خودش روزی را تقسیم می کند و نازل می کند. او به حال بندگانش با خبر و بیناست. رزق بعضی از بندگانش را با کش کردن یک قلم می دهد و حواله می کند. رزق بعضی از بندگانش را با سختی و تلاش و کوشش برایشان حواله می کند. رزق بعضی از بندگانش از راههای دریا برایشان حواله می کند. رزق بعضی از بندگان را از طریق هوا برایشان حواله می کند. بعضی ها را رزقشان را با خوشحالی مردم حواله می کند و بعضی ها را رزقشان را با غم مردم با فروش کفن و تابوت برایشان حواله می کند. این رزاق است. این رزاق است. رزق تقسیم شده و مقسم الارزاق او هست. سهم تو بعد از تلاش و کوشش به تو خواهد رسید. مطمئن باش دکاندار، چرا پریشان هستید که دکانداری که در همسایگی تو قرار دارد است کاسبی تو را خراب کرده است؟ مقسم الارزاق الله است. چرا فکر میکنید که فلانی کاسبی تو را خراب کرده است؟ چرا اینطور فکر میکنید؟ او تقسیم کننده روزی ها هست. هیچ وقت بخیل نباش، هیچ وقت طمع نداشته باش. از اسباب کار بگیر و بر الله توکل کن. أينما كنا